توقع نداشتم به من پاداش بدن یا قدردانی کنن از من، ولی توقع نداشتم اینا نسبت به من بدی کنن. منو محروم کردن، منو ممنوع الخروج کردن، بعد منو محروم کردن برای از شرکت در کلیه ورزش‌ها. به هر خبرنگاری مراجعه کردم، متاسفانه اینا گفتن ما میترسیم از ساواک اینو بذاریم توی روزنامه. اینی که هیچکی نذاشت. منم که نمیتونم برم توی رادیو اعلام کنم آقا این چیزو من دارم، هیچکی نذاشت. اینه که خلاصه لوس کردن مسئله رو، نذاشتن اونطوری که مردم بفهمن برای چی منو محروم میکنن، به چه دلیل. ممکن بود مردم اعتراض کنن اگه اینا رو بدونن. وقتی که شما رو محروم کردن شما درخواست کردین و با آقای موینیان که اون موقع بله. دفتر شاهنشاهی بود رفتم پیش آقای موینیان، وقت دادن به من، صحبت هست یک کمی کردن و چایی آوردن خوردیم. گفت که خب چیه موحد اومدی؟ گفتم آقای موینیان منو چرا محروم کردن؟ حالا اب نداره، من کشتی نمیخواستم بگیرم، چرا منو ممنوع خروج کردن؟ آقا من چه گناهی کردم؟ بعد به من گفت که عین این جمله آقای موینیان هیچ وقت یادم نمیره. گفت موحد برات گزارشات بدی دادم. دیدم نه چیزی نیست، این هم مثل بقیه است. حقیقت به شما بگم ازش چیزی عاید ما نمیشه از داره که کمک کردن به ما. اومدم گفتم خیلی ممنون آقای موینیان، تشکر. از در رفتم بیرون، یادم افتاد در باز کردم، گفتم آقای موینیان این یادم نمیره هیچ وقت. گفتم من اهل شمالم، هوای ابری زیاد دیدم، اما آفتاب میاد ابر همیشه نمیمونه. این حکومت دوام نمیاره، دست در بستم اومدم. باور کنید لازم نیست آدم چاپلوسی کنه برای اینکه زحمت کشید. آیا شما این همه اینجا زحمت میکشی؟ آیا احتیاج داره بی جهت کرنش بکنی، دست کسی رو ببوسی؟ من پای یه پیرزن ضعیف رو میبوسم، هیچ اب نداره. اما کسی که ادعای قدرت رو اینا بکنه من حاضر نیستم.